13 مارت سال 2022 تخمینا ساعت 20:50 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا محمودوف پهلوی بدردینویچ سال تولدش 1995 ساکن نویه خراسان هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات برآمده به چقوری کنار راست رو автомашین را چپ نموده است. در نتیجه خود راننده محمودوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است و مسافر داخل автомашین محمودوف سرکار زیاودینویچ سال تولدش 1983 ساکن امین نویه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع سینا با عریضه مرد 29 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 20 مارس سال 2018 رهبر شرکت آریانو ساروا مرد 63 ساله ساکن شهر وحدت با روی فریب به باوریش در آمده از او 90,000 سامانی گرفته وعده داده است که در شهر دوشنبه خانه استقامتی در مساحت 41.52 متر کوادراتی گرفتن می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.